انجمن سامانیان نیدرلند در همکاری با سفارت جمهوری تاجیکستان در نیدرلند تقدیم می‌کند شب یلدای خاطره ساز با هنرمندان از کشور تاجیکستان در آمستردام. صاحب نظری دیل در سر آن نرگیسی مستانه شده واحد خلاف برگی بگم دید که رخساره او را گردید خجالت. آتش پاره با اسم جمیله عبدالله و رقصنده نامور تراویش صدای ولانچل با ناهید زینالپور. سخنسالار بزم یلدای شاعر و ترانه‌سرای تاجیک شاعره رحیم جون. پیراهن فروخته من چاک کنی. همچنین شاهزاده سمرقندی و شاعره رحیم جون اشعارشون را رونمایی خواهند کرد. 22 دسامبر ساعت از 17 تا 23 شب بیننده ارجمندمون باشین. آمستردام لوکاسیون نو لیمیت خیلدرسهات 80 شب یلدا شب همصدایی.